چون غنچه دخت ایران در پرده جا گرفته، سر تا به پو سفید پوش بلکه ازا گرفته. زرگر میار مهره پیرایه گوشواره، ایران خوش هوا را گردی و با گرفته. درود همزبانان مهربان، چنان ما میدانیم چند ماه شد که یک وبای شیطانی تمام جهان را، قریب که تمام جهان را احاطه کرده است، ولی بعضی برادران ما تا امروز در یک سخن گویا که این کاری خدا است، خدا بندگانشان را این بدبختی را نشان داد. برادران عزیز، ما که مسلمان همدیگر را میفهمیم، هم عقیده همدیگر را میفهمیم، ولی این کامنتاری ها را با زبان روسی خصوصا بعضی برادران ما می نویسند و روس ها می خوانند، غیر مسلمان ها، اونها در چه فکر می رسند که گویا که خدای آنها چقدر بد بوده است که کودک بدی تا کدام درجه که کودک میمورد، پدر آخرین آغوشش را نمیگیرد، زیرا که اگر وی را آغوش کشد وی خودش بیمار می شود. یعنی این ویروس وبا به او میگذرد. به همین خاطر خدای ما مهربان است. در قرآن مقدس ما از 114 سوره 113 تاش خدا را همچون بخشنده و مهربان یاد کرده است. و چرا من این سرشوی شعرم را از ایران سر کردم؟ زیرا که چند روز پیش یک دوستم به من ویدیوی را گسیل کرد که در آن یکی از شیخ های عرب نصیحت داشت، گویا که ایران ها حتی مسلمانشان نمیگیرند که به ضد خدا هستند، به ضد اسلام هستند. خدا آنها را نشان داد و به همین خاطر من از ایران سر کردم. خدا نشان ندهد این بیماری سرحد ندارد، مذهب هم ندارد. من یک از فیلم های کره جنوبی دیدم، اول فکر کردم که دروغ است، ولی در آخر دیدم در فیلم که از پشت من داهم سویا دقیقه 53 درباره کرونا ویروس میگن. Существуют ли лекарства? Лекарства или вакцины на данный момент нет. Коронавирус? Уровень смертности? 90%. Они планируют биологический теракт. И как вам такое? Слишком много совпадений. Название вируса – коронавирус, инкубационный период 14 дней. Напомним, что в реального коронавируса такой же инкубационный период. Лекарства от вируса нет, и вирус повреждает легкие. چند سال پیش یکی از حافظان شیرین سخن ما، سراینده خراسانی، شعری را خواند و با امروز بسیار برابر می آید. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده اندلیبان آشنایان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دلدار میترسد، این طبیب از دیده بیمار میترسد. برادران عزیز، وقتی آن شد که سخن ملا، حتی سخن آموزگار نه، سخن بالاتر، عزیزتر، سخن دکتر باشد، سخن طبیب که امروز حتی جان خود را برای زنده ماندن دیگران از دست می دهند. حتی صدها طبیب ها در دنیا شهید شدند، شهید راه آزادی، شهید راه حقیقت که برای دیگرها زنده مانند. و به گفت آنها بهترین داروی ما امروز یکی از داروهای خلقی، انبیر، لیمو، سیر، پیاز و برای شوش روغن
و در کوچه برآمدن نقاب، سچاق‌های نمدار، سپیرت و حتی با گفتی پزشک بزرگوار ابوعلی ابن سینا سирка. Люди, не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар, пусть торговцы разносят свои товары по домам. Так говорит великий лекарь Ибн Сина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Эй, люди, не бойтесь черной смерти. Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватою нос, а во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, веселитесь, черная смерть убегает от музыки и веселья. Люди, слушайте, от одного больного заражаются 100 здоровых. Уходите из мечети, расходитесь. Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть. Так сказал великий Ибн Сина. Расходитесь. دوستان، چنانه که ما دیدیم استاد بزرگوار ابن سینا خرسندی را یکی از دواهای بهترین میداند، ولی امروز افسوس که در ما خرسندی کم است و ما باشیم تنها غم و غربت را پیشه گرفتیم، خود را پیش از وبا بخشش به مردن تیار کرده ایم و این ویروس بسیارتر به پیرانسالان ضرری بسیارتر دارد. در ما چنانه و ما نمیخوایم که بابایان، پدران و مادران ما به این ویروس گرفتار شوند. چنانه در ما گفتند به پیر مرو که در بمانی، هرچند که سکندری زمانی. و به همین خاطر ما در آخر یک ویدیوی کوتاهی رو میمانیم که در آن موی سفیدان کمتر رقص میکنن. شاید کسی را آنقدر خوش نیاید، ولی به خاطر بلند برداشتن طبع شما خیر تا بازدید.